نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. در آیات گذشته در ارتباط با موضوعی که موضوع سوره هست و توحید و یکتاپرستی هست، توحید در الوهیت و در دعا هست، ما دلیل نقلی خواندیم از سیدنا ابراهیم علیه السلام. اذ قال ابراهیم لأبیه و قومه اننی براء مما تعبدون. ابراهیم علیه السلام اعلام براءت کرد از عبادت غیر الله، مما تعبدون. اگر به ذهن شریف باشد در ابتدای سوره هم عرض کردیم که در این سوره برای اثبات این مدعا 4 تا دلیل ذکر میشه، 4 دلیل نقلی. 1 دلیل به صورت اجمال هست، 3 دلیل به صورت تفصیل. دلیل اجمالی همونی که نام هیچ یک از پیغمبران ذکر نشود مطلق از انبیا، و دلیل تفصیلی اونه که به نام هر یک پیغمبر جداگانه. لذا 1 دلیل تفصیلی گذشت که ابراهیم علیه السلام قومش را دعوت داد. واسأل من ارسلنا، این که خواندیم دلیل نقلی دوم هست، اما این دلیل نقلی اجمالی هست. الله عزوجل می فرماید به پیغمبرش که سوال کن شما از کسانی که ما فرستادیم قبل از شما از رسولمان، از بقیه پیامبران سوال کن. اجعلنا من دون الرحمن آلهه یعبدون، آیا غیر از رحمان خدایان دیگری که پرستش بشوند ما قرار دادیم، تعیین کردیم؟ همه رسول گواهند، همه رسول شاهدند که بغیر از رحمان، بغیر از الله عزوجل هیچ معبودی، هیچ الهی وجود ندارد. پس انبیاء گذشته شاهدند، از آنان سوال کن. خب چطور پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم از انبیاء گذشته سوال کند در حالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در زمان اونها نبود؟ از امثال این آیات
اهل بدعت و خرافات غلات در دین استنباط میکنند، استدلال میگیرند که ببین انبیا هر جا حضور دارند، انبیا هر جا حاضر و ناظرند، تشریف دارند، و الا اگر حاضر نبودند، تشریف نداشتند، خداوند به پیغمبرش نمیگفت از اونها سوال کن. حتما اونها اینجا در محضر رسول الله صلی الله علیه وسلم حضور دارند. خدمت شما عرض کنم که تفسیر این آیه این نیست که انبیا حضور دارند، بلکه مراد از سوال کردن چیه؟ مراد از سوال کردن اینه که شما در دین اونها تفحص کن، بررسی کن، جستجو کن، در شریعت اونها بگرد. آیا در شریعت اونها، در دین اونها چنین چیزی بوده که غیر خدا را پرستش کنید؟ نبوده. منظوری نیست که حقیقتا از انبیا، اون انبیا که در زمان گذشته بودند از این دنیا رفتند. پس مراد از سوال کردن تفحص، بررسی، جستجوه. این همه علما نوشتند که تفسیر مدارک یا تفسیر نسفی، امام نسفی تو تفسیرش نوشته لیس المراد بسؤال رسول حقیقت السؤال، مراد حقیقت سوال نیست، ولكنه مجاز عن النظر في ادیانهم، بلکه مراد این است که شما در ادیان اونها نظر بکنید، والفحص عن مللهم، در ملت اونها، در دین و آیین اونها بررسی کنید. هل جاءت عبادت الاوثان قط فی ملت من ملل الانبیاء؟ آیا در هیچ دینی از ادیان انبیا مشروعیتی و جوازی برای عبادت بتها وجود دارد؟ برای عبادت غیر خدا اصلا وجود دارد؟ اجعلنا من دون الرحمن آلهه، غیر از رحمان الهی دیگه وجود دارد که یعبدون، پرستش بشند؟ پس مراد از سوال کردن چیه؟ بررسی در ادیان اونها. این یک جواب یا یک تفسیر. تفسیر دوم و توجیه دوم که سلف ما و علماء ما نوشتند اینه که شما از امتهای اونها بپرسید، از پیروان اونها بپرسید، از علمای اون دینشون بپرسید که آیا در دین اونها چنین چیزی بوده؟ چنانچه میفرمایند حضرت قاضی ثناءالله در تفسیر مظهری واسأل امم من ارسلنا من قبلک، ای رسول الله سوال کن از امتهای اون انبیایی که قبل از شما ما فرستادیم، و علماء دینهم، و از علماء دین اونها بپرسید. خب امکان داره اگر از علماء یهود میپرسیدن اونها شرک را تایید میکردن. منظور چیه؟ منظور اون علمای از اهل کتاب که به رسول الله ایمان آوردن، مثل عبدالله ابن سلام، یعنی مؤمنی اهل الكتاب. منظور سوال کنید از مؤمنین اهل کتاب. و هذا قول ابن عباس في سائر الروايات و مجاهد و قتاده. على ای حال الله عز وجل می فرماید این دلیل دوم است. از انبیاء گذشته بپرسید، در دین اونها جستجو کنید، بررسی کنید، کتابهای اونها را بگردید، از علمای اهل کتاب بپرسید اجعلنا من دون الرحمن آلهه، آیا ما بغیر از رحمان، بغیر از ذات مهربان معبود دیگه تعیین کردیم که یعبدون، معبودان دیگری که پرستش بشوند؟ نه خیر. پس اینهایی که پرستش میکنند از کجا آوردند؟ اینا از خود درست کردند. خب این دلیل دوم بود از انبیاء گذشته. حال دلیل سوم از موسی علیه السلام، دلیل نقلی تفصیلی هست از موسی علیه السلام. الله می فرماید ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا الى فرعون و ملئه
همانا ما فرستادیم موسی را با آیاتمون، با معجزات موسوی به سوی فرعون فرستادیم و به سوی سرداران و به سوی درباریان فرعون. فقال انی رسول رب العالمین، موسی گفت ای فرعون من رسول رب عالمیان هستم، برای هدایت عالمیان، برای هدایت انسان ها الله مرا فرستاده. فلما جاءهم بآیاتنا اذا هم منها یضحکون، زمانی که موسی علیه السلام با آیات ما آمد، ایناد فرعونیا را ببینی، اذا هم منها یضحکون، اینها در این هنگام به اون آیات می خندیدند، به جای اینکه ایمان بیاورند تمسخر کردند، استهزاء کردند. الله عزوجل می فرماید که ما آیات دیگر، معجزات دیگر، معجزه پشت معجزه به اونها نشان دادیم. و ما نریهم من آیت الا هی اکبر من اختها، ما به آنان هیچ آیه‌ای، هیچ نشانی و هیچ معجزه نشان ندادیم مگر این معجزه بزرگتر بود از اختها، یعنی معجزه‌ای که شبیه این بود. منظور چیه؟ آیا هر معجزه بعدی از معجزه قبلی بزرگتر بود؟ بعضی میگن مراد همینه. بله، معجزه بعدی که می آمد معجزه اولی را فراموش میکردی، چون که خدای عزوجل به موسی علیه السلام آیات زیادی دادند، معجزات زیادی دادند. تنها این دوتا نبود، عصا و ید بیضا نبود. ولقد آتینا موسی 9 آیات بینات، ما به موسی چند تا از آیات بینات دادیم؟ 9 تا. لذا 2 تا اینا هستند، 5 تا الله عزوجل اونجا ذکر کرده. فارسلنا علیهم الطوفان والجراد والقمل، اینا آیات بزرگ بودند، آیات کوچکتری که جز این 9 تا نیستند هم بیشمار بودند. به هر حال هر معجزه نسبت به معجزه قبلی بزرگتر بود. بعضی گفتند مفهوم همینه، بعضی گفتند نه، آیات الهی همه بزرگند، معجزات همه دلالت بر چی میکنند؟ بر حقانیت مطلب، حقانیت مسئله توحید. بلکه مراد از این جمله این است که همه اون آیات بزرگ بودند. والمراد وصف الكل بالكبر، مراد اینه که همه معجزات چی بودند؟ کبیر بودند، بزرگ بودند. که قولک رأیت رجالا بعضهم افضل من بعض، بیضاوی. مثلا شما میگید من مردانی دیدم بعضی از بعضی بزرگتر بودند، معنیش چیه؟ یعنی همه بزرگ مرد بودند، همه انسانهای وارسته بودند، به این معنی هست. پس معجزات این که به موسی علیه السلام داده شد همه چی بودند؟ معجزاتی بزرگ، معجزاتی عجیب. الا هی اکبر من اختها، هیچ معجزه ای نبود که اون معجزه از معجزه دیگر بزرگتر بود، یعنی همه معجزات بزرگ. و اخذناهم بالعذاب لعلهم یرجعون، اینا ضمن این که معجزه هم بودن، عذاب برای فرعونیان هم بودن. ما فرعونیان را مؤاخذه کردیم با عذاب، لعلهم یرجعون، شاید برگردن، اونها برگردن از شرک و کفر، برگردن از غیر الله پرستی یا از فرعون پرستی. هر بار که معجزه می آمد برای اونها بلایی بود. فارسلنا علیهم الطوفان، طوفان آمد، والجراد، ملخها، غورباغه‌ها، خون، اینا هم شپش، اینا همه عذاب بودن برای فرعونیان که آیش را بخوانیم اونجا توضیح میدیم انشاءالله. لذا هر بار اونها به موسی میگفتند ای موسی از پروردگارت بخواه، مطالبه کن که این عذاب را از ما بردارد، ما ایمان میاریم. خداوند میفرماید ما که بر می داشتیم دوباره اینها تمرد میکردند. قومی که واقعا ایمان نصیبش نشه توفیق هم پیدا نمیکنه. لذا چنان معجزاتی بود. و قالوا یا ایها الساحر،
گفت ای جادوگر، به موسی گفتن ادع لنا ربک بما عهد عندك، از پروردگارت بخواه اون چی که عهد کرده نزدت که اننا لمهتدون، که ما هدایت میشیم. یعنی وعده کرده که ما هدایت بشیم، ما هدایت میشیم، ایمان میآوریم، بخواه که این عذاب را از ما دفع کند. اینجا حتما برای شما هم جای اشکال است که از یک طرف نیازمندند که این عذاب چی بشه، از اونها دفع بشه، از یک طرف به موسی میگن جادوگر. بعضی از مفسرین میفرمایند که اونها به زبان نگفتند، در دلشون بود، اونها موسی گفتند، ولی خدای عزوجل تعبیر کرد به اون چیزی که در دل اونها بود. خدا در قرآن تعبیر میکنه، اونها نگفتن جادوگر، اونها گفتن یا موسی، ولی هر بار که عذابی بر اونها میآمد، طوفانی میآمد، اونها میگفتن این جادوی دیگری هست. تو دلشون میگفته این جادوگر را بگیم که این بار این از ما دور کنه، لذا نمیگفتن یا ساحر، گفتن که ای موسی. ولی خب خداوند حرف دلشون را اینجا ذکر کرد. اما جمع دیگر از مفسرین که بعضی گفتند، حضرت علامه آلوسی اینها را جمهور میگه، جمهور معتقدند که کلمه ساحر و کلمه جادوگر از نظر اونها کلمه بدی نبود. از نظر ما ساحر جادوگر چیه؟ کلمه نامناسبی هست. در عرف اون زمان بزرگترین عالم و کسی که خیلی بلد بود بهش میگفتن ساحر، گرچه بیشترین علم هم در اون زمان علم چی بود؟ سحر بود. در زمان سیدنا موسی علیه السلام دور سحر بود، دور جادوگری بود. لذا اگر میگفتن فلانی جادو بلد هست، این بد نبود، همه به اون نگاه میکردن به عنوان یک مرد بزرگ. پس یا ایها الساحر از نظر اونها کلمه بیادبی نبود. چنانچه علامه آلوسی گفته قال الجمهور و هو خطاب تعظیم، این خطاب چیه؟ تعظیم است. فقد كانوا یقولون للعالم الماهر الساحر، به عالمی که ماهر بود چی میگفتند؟ ساحر میگفتند. پس یا ایها الساحر به معنی ای علامه، ای عالم بزرگ، ای شخصیت علمی، معنیش اینه. پس توهینی از نظر اونها نبود. ادع لنا ربک بما عهد عندك، مطالبه کن، دعا کن برای ما از ربت به سبب اون چی که عهد کرده پیشت، که عهد کرده که اگر ما ایمان بیاوریم دفع میکنه از ما عذاب را. عهد کرده لذا ما ایمان میآوریم. اننا لمهتدون، در صورت دفع عذاب ما هدایت میشیم، ما ایمان میآوریم. اما خدای عزوجل از نقض عهد فرعونی ها میگه، از پیمان شکنی میفرماید فلما کشفنا عنهم العذاب اذا هم ینکثون، زمانی که ما دور کردیم از آنان عذاب را، در این هنگام آنها عهد شکنی می کردند. عهد شکنی شروع هر بار بعد از هر برداشتنی. و نادا فرعون فی قومه، الله عزوجل استکبار فرعونی را، تکبر فرعون را ذکر می فرماید. همین تکبر و همین غرور باعث شد اون بدبخت از ایمان محروم بماند و به عذاب همیشگی خدای عزوجل گرفتار بشه. و نادا فرعون فی قومه، ندا کرد، صدا و فریاد برآورد فرعون در قومش. قال یا قوم الیس لی ملک مصر و هذه الانهار تجری من تحتی. برتری خودش را به خاطر چی میگه؟ به خاطر اینکه من رئیسم، من پادشاهم، من پول دارم. ای قوم آیا برای من نیست ملک مصر، پادشاهی مصر، و هذه الانهار، و این نهرها و دریاها، تجری من تحتی، جاری است. من تحتی یعنی به امر من، در ملک من اینها جاری هستند.
فرات عرض کنم که نیل، رود نیل اینجا هست، طبق دستور من هست، امر من هست. افلا تبصرون، آیا شما نمی بینید؟ یعنی شما باید ببینید و بگویید که من افضلم یا موسی. ام انا خیر من هذا الذي هو مهین ولا یکاد یبین. در این آیات ما میتونیم به اون عقیده فرعونی هم پی ببریم که این بیچاره چه دیدگاه پایینی و چه دیدگاه بی ارزشی داشت. میگوید آیا من بهترم از این انسانی که هو مهین. مهین میگه به موسی علیه السلام، مهین یعنی بی ارزش. فرعون موسی علیه السلام را در واقع توهین میکنه. چند تا توهین هستند. یکی توهین قومی هست، دوم توهین شخصیتی هست. مهین بی ارزش یعنی از نظر قومی بی ارزشه، چون که قبطی ها بنی اسرائیل را خیلی بی ارزش میدونستن، برده های خودشون میدونستن، در حالی که بنی اسرائیل خودشون قدردان نبودند. بنی اسرائیل به سبب عملکرد بد و به سبب نافرمانی خدا بی ارزش شده بودند، و الا از نظر نسب تمام پدران اینها انبیا بودند، پیغمبرزادگان بودند. از نظر قومی و از نظر فامیلی هیچ نسبی نمیتونه از اون نسب بالاتر باشه که فرزند ابراهیم است، فرزند اسحاق و یعقوب و یوسف است. الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم. هر چی که نگاه میکنی نسلشون انسانهای با کرامت، انسانهای با شخصیت. ولی این قوم وقتی که خدا را نافرمانی کرد، ببین چطور ذلیله به دست قبطی ها. الان فرعون اونها را چی میگوید؟ از نظر قومی پست میداند. این عمل کرده. لذا الله عزوجل همان گونه که در کلام زیبایش فرموده هیچ قومی را الله پست و بی ارزش و خار نمی کند مگر اینکه خودش برای خودش خاری نیارد. سرنوشت هر قوم به دست خودش هست. لذا فرعون اولین توهینی که به موسی میکنه میگه مهینون، از نظر قومی بی شخصیت هست، قومی ندارد. ولا یکاد یبین، این از نظر لکنت زبان نمیتوانه خوب بیان کند. از نظر شخصیتی هستیم، یعنی این شخصیتش هم خوب نیست که نمیتونه مطلبش را خوب بگه. مگر موسی علیه السلام لکنتش کاملا برطرف نشده بود؟ برخی از مفسرین معتقدند هنوز ذره مانده بود. الله عزوجل به اندازه اون عیب را، اشکال را، لکنت زبان را برطرف کرد که موسی علیه السلام بتواند به نحو احسن مطلب را ادا بکند، اما آثاری هنوز مانده بود. همون که لکنت اندکی بود اون را فرعون چی میگوید؟ ولا یکاد یبین، نمیتونه مطلبش را خوب بیان کنه. اما بعضی دیگه میگن نه، موسی علیه السلام در این زمان هیچ لکنتی نداشت، هیچ بندش زبان نداشت. فرعون به همون حواله گذشته، همون زمان گذشته که موسی لکنت داشت، اونجا را اشاره میکند که خوب نمیتونست حرف بزنه. خب پس ببینید فرعون چه چیزی را سبب قرار داده که موسی نباید به این جایگاه برسه. یکی قومی، که در حالی که از نظر قومی خیلی موسی از فرعون بالاتر بود. دوم از نظر شخصیتی که شخصیت اون میگن لکنت زبان داشت که نداشت. سوم میگه موسی مال ندارد، پول ندارد، طلا و جواهرات ندارد. میگه من نمیبینید که بر دستم دستبند و علنگو هست. اون زمان رسم این بود، پادشاهان مصر و فراعنه مصر علنگوها و دستبندهای طلایی زیادی داشتند. امروز برای مرد زشته، برای زنان این خوبه، اما در اون زمان کسانی که خیلی سرمایدار بودند از مردهاست و بالخصوص پادشاهان دستبندهای طلایی داشتند، علنگوهای طلایی داشتند. لذا فرعون بیچاره، فرعون احمق نفهم میگه که ببین موسی نداره، من دارم.
فلولا القی علیه اسورة من ذهب، چرا القا نمیشه، انداخته نمیشه بر اون، یعنی ندارد علنگوهای از طلا. یعنی اگر واقعا پیغمبر خداست باید وضع مالیش خیلی خوب باشه، چرا ندارد؟ او جاء معه الملائکة مقترنین، یا اینکه همراه موسی بیایند ملائکه مقترنین، یعنی صف بسته، ملائکه صف به صف بیایند تا ما ببینیم که موسی لشکری از فرشتگان دارد. با این کلمات فرعون قومش را خام کرد، فریب داد. اون قوم بیچاره هم همین چیزا در ذهنشون جا گرفته بود که بله کسی میتونه پیامبر باشه که پولدار باشه، کسی میتونه پیامبر باشد که از یک نسب بالایی برخوردار باشه. فاستخف قومه، استخفاف میگویند که از نظر عقلی اونها را فریب دادن و از نظر عقلی اونها را سبک قرار دادن. فاستخف قومه ای استخف عقولهم، عقلهای اونها را و شعور اونها را فرعون چیکار کرد؟ گرفت از اونها. فاطاعوه، نتیجه این شد حماقت قوم، اونها هم از فرعون اطاعت کردند. علت اطاعت را هم الله می فرماید انهم كانوا قوما فاسقین، بدون شک آنان قومی بودند فاسق، فسق کارشون بود. به هر حال نتیجه چی شد؟ این دلیل را الله عزوجل ذکر کرده، شما در سوره های دیگه با تفصیل میخوانید، اما اینجا الله خلاصه میفرماید فلما آسفونا انتقمنا منهم فاغرقناهم اجمعین. الله میفرماید زمانی که ما را به خشم آوردند، زمانی که ما را ناراضی کردند، انتقمنا منهم، ما از آنان انتقام گرفتیم، ما عذاب به عذاب گرفتارشان می کردیم. فاغرقناهم اجمعین، ما غرق کردیم همگی را، همه غرق شدند، همه سرکشان متمردان، اینهایی که به طلا و به ریاست و به قدرتشون می نازیدند. فجعلناهم سلفا و مثلا للآخرین. الله می فرماید ما آنان را قرار دادیم، فرعون و فرعونیان را، سلفا یعنی داستانی گذشته. سلف گذشتگان را میگن، نه؟ برای ما اون به عنوان امروز چی هست؟ یک داستان دیرینه هست و مثلا و نمونه عبرتی هست برای آخرین، برای انسانهایی که بعد از فرعون میآیند. اونا بدونند که واقعا کسی که مثل فرعون متمرد باشد، سرکش باشد، مست قدرت و مغرور قدرت باشد، چگونه به عذاب و گرفت خدا گرفتار میشه. لذا این نمونه هست برای عبرت. پس این دلیل نقلی سوم بود از پیامبر خدا موسی علیه السلام، که موسی هم به سوی یکتاپرستی دعوت داد، فرعون و فرعونیان قبول نکردند، خداوند فرعونیان را به عذاب سخت گرفتار کرد. خب دلیل نقلی چهارم، تفصیلی چهارم، این از حضرت عیسی است. خداوند در این سوره مبارکه از همه انبیا دلیل ذکر کرده که حاصل این دلیل هم همینه که عیسی علیه السلام به قومش گفت ان الله هو ربی و ربکم فاعبدوه. اصل محلی که از اونجا دلیل گرفته میشه این جمله است که عیسی گفت ای قوم من، همانا خداوند رب من و رب شماست، فقط او را عبادت کنید، غیر از او کسی را عبادت نکنید. و صراط مستقیم هم همینه که فقط خدا را عبادت کنید. اما قبل از این که ما به این دلیل را به تفصیل بخوانیم، اینو میخوانیم الله میفرماد ولما ضرب ابن مریم
وقتی که مثال ابن مریم زده میشه، مثال فرزند مریم بیان میشه، اذا قومک منه یصدون، در این هنگام قوم تو ای محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، یصدون یعنی فریاد سر میدهند، شادمان میشند، خوشحال میشند، کف میزنند، سوت میزنند. یصدون به همه این معناها میاد، هورا میکشند. چرا؟ به دلیل اینکه دلیلش را خدمت شما عرض میکنم، اما ربطش را هم عرض کنم. ما در آیه گذشته که امروز اول آغاز کردیم خواندیم که خداوند فرمود ای پیامبر سوال کن از پیشینیان که آیا ما بغیر از رحمان معبودی دیگه برای اونها بوده؟ خب وقتی که خدا فرمود از پیشینیان سوال کن، مشرکین مکه این اعتراض را آوردند که عیسی جز پیشینیان است. عیسی خودش گفت مرا عبادت کنید، مردم عیسی را عبادت کردند، پس چطور شما میگید در پیشینیان دیگه معبود نبوده؟ الله عزوجل اینجا جواب میده که عیسی نگفت مرا عبادت کنید. عیسی خودش مردم را دعوت داد به سوی عبادت چی؟ به سوی عبادت خدای یگانه. اما بعضی دیگه میگویند وقتی که آیه شریفه نازل شد انکم و ما تعبدون من دون الله حصب جهنم، ای مشرکان شما و معبودان شما که غیر از خدا پرستش میشوند، شما همه در روز قیامت زغال و اخگر روشن جهنم هستید. یکی از سردمداران مشرکین، از رؤسای مشرکین به نام عبدالله ابن زبعری، این عبدالله ابن زبعری گفت که عجب، پس اگر ما و خدایان ما تو آتش هستیم، عیسی هم کسی هست که مردم او را عبادت می کنند. هر جا عیسی باشد ما هم راضی هستیم خدایان ما اونجا باشد. با این استدلالش همه مشرکین سود کشیدند، همه مشرکین کف زدند که ما از نظر استدلال چیکار کردیم؟ برد کردیم. این پیغمبر دیگه جوابی برای ما ندارد. الله عزوجل اینجا جواب میده. جواب اینه که منظور اون خدایانی هست که اونها برای عبادت خودشون راضی هستند. عیسی علیه السلام را الله پرسید که ای عیسی تو گفتی که من و مادر من را عبادت کنید؟ عیسی علیه السلام گفت سبحانک یا عیسی انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله، تو گفتی من و مادر من را بغیر از خدا پرستش کنید؟ قال سبحانک، وار اله تو پاکی، تو شریک نداری، ما کجا و شما کجا؟ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، خدایا برای من سزاوار نیست، لایق نیست که چیزی که حق نیست من بگم. ان کنت قلته فقد علمت، اگر من گفتم تو میدانی، تو خبر داری من کجا گفتم. لذا الله عزوجل در این آیات متعدد میگه عیسی از اونها نبوده که بگه من عبادت کنید. الله عزوجل همون جایی که فرمود انکم و ما تعبدون من دون الله حصب جهنم، همون جا جواب داد که شما و خدایان شما اخگرهای جهنم هستید. فرمود ان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئک عنها مبعدون، آن انسانهای مقدس، آن انسانهای با کرامت و با شخصیتی که از سوی ما برای اونها حسنا و نیکی ثبت شده و نوشته شده، اونها از جهنم بدورند. اولئک عنها مبعدون. لذا پاسخ اونها را الله عزوجل اینجا بیان می فرماید. الله می فرماید ولما ضرب ابن مریم، وقتی که مثال ابن مریم زده میشه، مثلا به عنوان مثال، به عنوان صفت
صفت فرزند مریم یعنی عیسی گفته میشه اذا قومک منه یصدون، در این هنگام قوم تو منه از آن ذکر ابن عیسی، از اون صفت ابن عیسی یصدون پایکوبی میکنند، هورا میکشند و شادمانی میکنند. وقالوا آلهتنا خیر ام هو، میگویند آیا خدایان ما بهترند یا عیسی؟ ما ضربوه لك الا جدلا، الله میفرماید این را بیان نمی کنند، این مثال را نمیزنند برای شما مگر از روی جدل، فقط برای جدل، و الا میدونند که عیسی بنده‌ای نبوده که برای عبادت خود مردم را دعوت کند. بل هم قوم خصمون، الله میفرماید بلکه اینها قومی هستند جدل کننده، اهل خصومت، اهل جر و بحث. و الا حقیقت عیسی اینه ان هو الا عبد انعمنا علیه وجعلناه مثلا لبنی اسرائیل، نیست عیسی مگر بنده ما هست. ان هو الا عبد، عیسی معبود نیست، عیسی بنده هست، عبد هست. اما فرقش با بقیه بندگان انعمنا علی، ما بر عیسی انعام کردیم، لطف و احسانات الله بر عیسی زیاد بود. و جعلناه مثلا لبنی اسرائیل، ما قرار دادیم عیسی را نمونه قدرتی برای بنی اسرائیل. خدای عزوجل قدرت خودش را به بنی اسرائیل نشان داد، عیسی را بدون پدر متولد کرد، عیسی را به تنهایی از مادر الله متولد کرد، لذا نمونه قدرتی برای بنی اسرائیل بود. و باز الله می فرماد ولو نشاء لجعلنا منکم ملائکة فی الارض یخلفون، این تخویف دنیوی هست. شما که اینقدر یاوه‌گویی و بی‌ادبی دارید، من خدا اگر بخواهم، اگر ما بخواهیم، لجعلنا منکم، ما قرار میدیم شما را، منکم به معنای بدلکم هست، به جای شما ملائکه می آوریم که در زمین یخلفون، اونا پشت سر هم بیاند، یعنی شما را نابود میکنیم، شما را از بین میبریم، نسلی از ملائکه می آوریم ما اگر بخواهیم، ولی ما به شما مهلت میدیم، ما این کار را نمی کنیم. و عیسی را الله عزوجل می فرمد و انه لعلم للساعه، عیسی علامتی هست برای قیامت، نشانی هست برای قیامت، یا لعلم وسیله علم است برای قیامت. چطور عیسی وسیله علم هست برای قیامت یا نشانی است برای قیامت؟ دو تفسیر کردن. یکی گفتن اینه که عیسی علیه السلام الان خواندیم نمونه بارزی از قدرت رب العالمین است، همان گونه که خداوند قادر است عیسی را بدون پدر متولد کند. این یکی از عجایب است، نه؟ عیسی بدون پدر متولد شد، همچنین الله عزوجل قادر است که شما بمیرید، شما را بعداً بدون سبب دوباره زنده بکند. اونجا قدرت خدا را دیدی، اینجا هم همونطور است. بس بعضی گفتند که عیسی وجودش چی هست؟ علامتی هست یا وسیله علم هست برای قیامت، از این جهت که همان گونه که شما بدون پدر متولد میشه، شما عیسی بدون پدر متولد شد، شما هم از قبرها بدون سبب الله میتونه شما را خلق بکنه. و بعضی گفتن نه، عیسی علامتی هست از علائم قیامت. چطور علامتی هست؟ عیسی علیه السلام همونطور که در علائم قیامت آمده، احادیث ما مملو هستند از این بیان، و در آیات الهی، در آیات سوره آل عمران انشاءالله میخوانیم، هم اشاره آمده که قرب قیامت،
عیسی علیه السلام از آسمان ها نزول می کند، با کفار جهاد می کند، صلیب را می شکند، خنزیر را می کشد، بر دنیا عیسی مسلط میشه و دین محمد صلی الله علیه و سلم را پیاده می کند. پس عیسی علائمی از علائم قیامت است، یکی از علائم قیامت است، به این معنی است و انه لعلم للساعه. پس ای پیامبر بگو به امت فلا تمترن، ای قل به آنان بگو فلا تمترن بها، شما هرگز شک نکنید درباره قیامت. بها یعنی الساعه، درباره قیامت شک نکنید. واتبعونی، و از من محمد پیروی کنید در توحید. هذا صراط مستقیم، این است صراط مستقیم که شما در مسئله یکتاپرستی و توحید از من گوش کنید. صراط مستقیم همونه که من به شما نشان میدهم. ولا یصدنکم الشیطان، مواظب باشید که این دشمن همیشه وسط راه شماست، این رهزن همیشه از شیطان. ولا یصدنکم الشیطان، باز ندارد شما را شیطان از این راه. انه لکم عدو مبین، همانا شیطان برای شما دشمنی هست آشکار، دشمنی هست آشکار. شما را وادار می کند که با خدا شریک بگیرید، برای خدا فرزند دختر به شما وسوسه می کند، شما از او تبعیت نکنید، شما در توحید از من محمد صلی الله علیه و سلم تبعیت کنید. ولما جاء عیسی بالبینات، خب بحث عیسی بود، گفتیم که دلیل نقلی از عیسی است. زمانی که عیسی علیه السلام با دلائل آمد، با معجزات آمد، بینات هم شامل دلائل توحید میشه و هم معجزات میشه. عیسی علیه السلام به بنی اسرائیل چه گفت؟ قال قد جئتكم بالحکمه، ای بنی اسرائیل من پیش شما با حکمت آمدم. حکمت منظور دلائل روشنی که عقاید شما را اصلاح بکنم. ولأبین لكم بعض الذی تختلفون فی، تاکه برای شما بیان کنم، روشن کنم بعضی از آن مسائلی که شما اختلاف دارید، چه مسائل دینی چه مسائل دنیوی. پس وظیفه شما چیه؟ فاتقوا الله، از الله بترسید، و اطیعون، من عیسی را اطاعت کنید. خب من عیسی را شما اطاعت کنید. ببینید دعوت عیسی چیه، پیام عیسی چیه، رسالتی که عیسی علیه السلام حامل اون رسالت است چیه؟ اون توحیده، یکتاپرستی هست. تمام شبهاتی که درباره عیسی هست اینجا جواب داده میشه. ان الله هو ربی و ربکم فاعبدوه، همانا الله فقط او هست رب من و رب شما. فاعبدوه، فقط و فقط او را پرستش کنید. هذا صراط مستقیم، این صراط مستقیم، یعنی فقط خدا را عبادت کردن، توحید فی العبادت صراط مستقیم است. به هر حال صراط مستقیم اینه که عیسی علیه السلام به قوم نشان داد. حال سوالی پیدا میشه که وقتی که عیسی علیه السلام مردم را به سوی عبادتش فرا نخواند، مردم را به سوی یکتاپرستی دعوت داد، به سوی عبادت خالصانه الله دعوت داد، چرا مردم خودش را عبادت کردند؟ چرا بعد از عیسی علیه السلام خود عیسی معبود قرار گرفت؟ الله عز و جل جواب میده فاختلف الاحزاب من بینهم، بعد از رفع عیسی، بعد از رفتن عیسی به آسمان ها، احزاب فی ما بین خودشون اختلاف کردند.
لذا دعوت عیسی اینه که در قرآن است، دعوت عیسی شفاف واضحه. پس اینهایی که عیسی را فرزند خدا قرار دادن، جز خدا قرار دادن، شریک خدا قرار دادن، خود خدا قرار دادن، اینها ظلم کردن، اینها نسبت به دین عیسی علیه السلام بزرگترین جنایت را مرتکب شدند. فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم. الله عزوجل تخویف اخروی برای این انسان ها بیان می فرماید. ویل، هلاکت، بدبختی برای آنانی که ظلم کردند، ظلموی اشرکو، اونایی که شرک کردند. ویل و هلاکت برای اونها. ویل چیه؟ من عذاب یوم علیم. این من بیانیه هست، بیان ویل هست. هلاکت برای اونها، اون هلاکت چیه؟ یعنی عذاب روز دردناک. لذا در اون روز برای اینها عذاب بسیار دردناک است. الله می فرماید هل ینظرون الا الساعه، اینها منتظر نیستند مگر منتظر قیامت هستند. ان تأتیهم بغتة، اینکه قیامت بیاید پیش آنها ناگهان. و هم لا یشعرون، چنان بیاید که اونها هیچ متوجه نشوند. ناگهان میآید. باز وقتی که قیامت بیاید چه صحنه خطرناکی. الله می فرماید الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، تمام دوستانی که در این دنیا با هم دوست بودند، یومئذ بعضهم لبعض، در آن روز، در روز قیامت، بعضیشان دشمن هم دیگرند. همه دشمن هم دیگه میشن. الا المتقین، مگر متقیان، مگر مؤمنین و اهل تقوا اونجا با هم دوستند. بقیه کفار که اینجا در دنیا دوست بودند اونجا دشمن میشن. هر یکی تمنا میکنه، میگه خدایا اون 2 برابر عذاب بده. خواندیم که چطور بر علیه هم دیگه اونجا شکایت میکنند. بله، بعد از اینکه الله عزوجل متقین را استثناء فرمود، البته الا المتقین، اونهایی که دوری کنند از شرک و کفر. اصل تقوا اینه انسان از شرک و کفر بپرهیزد و بعد از بقیه معاصی گناهان. اهل تقوا را الله عزوجل بخشی از احوال اونها را در بهشت بیان می فرماید و بعد این بشارت است، مژده است. و بعد خدای عزوجل برخی از احوال اهل مجرمین را، اهل شرک را هم بیان می فرماید. لذا اهل تقوا وقتی که به بهشت بروند، الله عزوجل می فرماید یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون. این بشارت است. ای بندگان من، خوفی امروز برای شما نیست و همچنین در آینده هم شما غمگین نخواهید شد. عرض کردم خوف مربوط به زمان حال است و حزن و غم مربوط به زمان استقبال یا گذشته. اینجا استقبال است. شما الان هم ترسی ندارید، در آینده هم ترسی نخواهید داشت. اما این اهل تقوا کیا هستند؟ ببینید صفات متقین را و این صفات را در وجود خودمون احیا بکنیم. الله می فرماید الذین آمنوا بآیاتنا و کانوا مسلمین. متقین آنانی هستند که ایمان آوردن به آیات ما، آیات تکوینی و تشریعی. آیاتی که تکوینی مثل این کوها، آسمان، این کرات، سیاره ها، خورشید، ما، این هر که انسان میبینه به عظمت الله پی میبره. آیات تشریعی اون آیاتی که خداوند به عنوان شریعت برای ما نازل فرموده، به همه ایمان دارن. الذين آمنوا بآیاتنا، متقین آنانی هستند که ایمان آوردن به آیات ما و کانوا مسلمین، و آنها مسلمین. مسلمین یعنی تسلیما، اعتقادا و عملا می‌نویسید. از هر جهت چیند اونها؟ تسلیم هستند،
اینا هستن متقین. به اینها در روز قیامت چی گفته میشه؟ چگونه تعارف میشن؟ ادخلوا الجنة انتم و ازواجکم، وارد بهشت بشید شما و همسرانتان، تحبرون، مورد اعزاز و اکرام قرار میگیرید. تحبرون یعنی احترام کرده میشوید، مورد احترام قرار میگیرید. لذا اینها وارد بهشت میشوند. وقتی که وارد بهشت بشوند، یطاف علیهم بصحاف، آورده میشه برای اونها صحاف، صحیفه های، دیس های، سینی های، که این دیس ها و سینی ها من ذهب، جنسشون از طلا هست، و اکواب، و همچنین جام های پر از شراب. این دیس ها پر از خوراکی هست، پر از مأکولات، پر از خوردنی ها هست، و اکواب و جام های پر از شراب، و فیها ما تشتهیه الانفس، و در این هست، در اون بهشت هست آنچه که دلشون بخواهد. تشتهیه الانفس، اون چیزی که نفس اشتها کند، نفس تمایل نشان بده و تمنا بکند. و تلذ الاعین، و اون چی که چشمها لذت ببرند، یعنی از هر چیزی که چشم لذت میبرد در بهشت به انسان عنایت میشه. هر منظره‌ای که خوشت بیاد به همون نوع منظره را میبینی. حتی در روایت ها هست که روزهای جمعه اهل بهشت میروند یه جایی که اونجا صورت ها هست، اونجا قیافه ها هست. بعضی مردم دوست دارن که مثلا قیافهش این چنینی باشد. اونجا شکل ها و قیافه ها را میبینند، از هر قیافه‌ای که خوششون بیاد قیافه خودشون همون میشه. و تلذ الاعین، هر چی که چشم ها لذت ببرد. و انتم فیها خالدون، و این بهشت، شما در این بهشت به صورت همیشه هستید، برای یکی دو روز نیستید. و تلک الجنة التي اورثتموها بما کنتم تعملون. الله می فرماد این اون بهشتی هست که شما وارث این قرار داده شدید. اما چرا وارث بهشت قرار داده شدید؟ بما کنتم تعملون، این از اسباب دخول بهشت است، به سبب این که شما عمل کردید. پس یکی از اسباب عمل شماست. اما من خدمت شما عرض کنم، از آیات متعدد قرآن مجید معلوم میشه که ورود ما ان شاء الله به بهشت اسباب متعددی دارد. سبب اصلی و سبب حقیقی فضل و احسان پروردگار است. فضلا من ربک ذلك هو الفوز العظیم. بقیه اعمال شما سبب ظاهریه. خدای عزوجل اعمال شما را ملاک قرار میده، و الا تمام عمل در دنیا 500 سالش هم جوابگوی نعمتهای خدا نمیشه. پس هیچ وقت کسی خودش را مستحق بهشت به خاطر 4 رکعت نمازی که میخواند ندوند. این وظیفه. اون چیزی که ما را ان شاء الله به نعمت خدا میرساند چیه؟ فضل الله. همون چیزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم هم فرمود که از خداوند فضلش را بطلبید، که هیچ کسی وارد رحمت خدا نمیشه مگر با فضلش. گفتن شما همچنین یا رسول الله؟ گفت بله من همچنین. منم تا وقتی که فضل الله شامل حال من نشه به منم چیزی نمیرسه. پس این که اینجا نوشته بما کنتم تعملون، این سبب ظاهریه. لکم فیها فاکهة کثیره منها تأکلون، برای شما در این بهشت میوه های بسیار زیادی هست، هم از نظر کمیت هم از نظر کیفیت. تنوع، انواع میوه ها. اینجا تو دنیا در یک فصل نگاه بکنی 3-4 تا میوه گیر میاری، 3-4 تا دیگه تو فصل دیگه. اونجا انواع میوه ها، تنوع در میوه ها، و همچنین کمیت بالا. منها تأکلون، بعضی از اونها رو شما میخورید. من تبعیضی است، همه را که نمیتونی بخورید. خب این بشارت بود، این مژده بود. این بهشت الهی هست
برای متقین. الله عزوجل همه من و شما را از متقین بگرداند. اما بعد از این الله تعالی تخویف بیان می فرماید، تهدید بیان می فرماید. الله عزوجل نسبت به مجرمین که اونها در عذاب همیشگی و در جهنم همیشگی میمانند الله پناه بده. الله می فرماید ان المجرمین فی عذاب جهنم خالدون، همانا مجرمان در عذاب جهنم همیشگی میمانند. لا یفتر عنهم، این عذاب جهنم از آنها کاست نمیشه، سبک نمیشه، تخفیف داده نمیشوند. و هم فیه مبلسون، و آنان در اون جهنم ناامید هستند. مبلسون ناامید هستند، هیچ امیدی برای نجات خودشون ندارند، هیچ کسی که سفارششون را بکنن ندارند. و ما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمین، الله می فرماید ما بر آنان ظلم نکردیم، ذره ظلم نکردیم، اما آنان خودشان بودند ظالم، خودشان بر خود ظلم کردند، در دنیا سرکشی کردند، تمرد کردند. اونجا از هر جا مایوس میشن، آخر مالک جهنم را صدا میزنند، خزنه جهنم را، داروغه های جهنم را. و نادوا یا مالک لیقضی علینا ربک، ندا میکنند ای مالک، ای خزنه جهنم، ای داروغه های جهنم، نگهبان های جهنم، لیقضی علینا ربک، از پروردگارت بخوا که برای ما فیصله بکند. فیصله چی میخوایی؟ بالموت. لیقضی علینا ربک بالموت، از خدا بخوا مر بکشد. تمنای مرگ میکنند، روزی چندین هزار بار تمنا میکند که تمام بشه، نابود بشه. لیقضی علینا ربک لیقضی علینا ربک، از ربت بخوا، ربت را بگو برای ما فیصله مرگ بکند. جواب مالک قال انکم ماکثون، ای جهنمی ها شما اینجا ماندگار هستید، نه میمیرید نه از جهنم خارج میشوید. لقد جئناکم بالحق ولكن اکثرکم للحق کارهون. بعد از اینکه خداوند از احوال تلخ جهنمی ها سخن فرمود، حال روی خطاب به سوی مشرکین مکه، روی متمردین و مخالفین قرآن و رسول الله، الله می فرماید لقد جئناکم بالحق، همانا ما حق را پیش شما آوردیم. حق چیه؟ قرآن است، مطالب توحیدیه هستند. ولكن اکثرکم للحق کارهون، اما اکثر شما نسبت به حق چی؟ اکراه دارید، نمی پسندید، توحید را نمی خواهید، از توحید خوشتون نمیاد. لذا الله زجر و توبیخ بیان می فرماید ام ابرموا امرا فانا مبرمون، آیا آنها به صورت قطع و پخته یک امری را اراده کردند، میخواند کاری بکنند بر علیه پیامبر ما؟ فانا مبرمون، ما هم به صورت پخته کاری میکنیم. یعنی اگر اونها نسبت به پیامبر ما بخواند تعرضی بکنن، نیتی داشته باشم، ما هم قطعا برای اونها برنامه داریم. ابرام به صورت قطعیت، به صورت پختگی. ام یحسبون انا لا نسمع سرهم و نجواهم، آیا آنها فکر میکنند، آیا آنها گمان دارند انا لا نسمع سرهم و نجواهم، همانا ما نمیشنویم اسرار اونها را، نجوای اونها را، نجوا حرفهای سرگوشی اونها را، حرفهای مخفیانه یا جلسات پشت درهای بسته را ما خبر نداریم؟ چرا؟ خبر داریم. بلا و رسولنا لدیهم یکتبون، الله می فرماید بله ما هستیم، رسول ما، فرستادگان ما پیش اونها نشستند، یکتبون، تک تک را می نویسند.
کلمه کلمه را می نویسند، همه توطئه ها را، همه دسیسه ها را، همه نقشه های شوم را می نویسند. اونها اونجا چه مشوره می کنند؟ لذا هر توطئه ای که بر علیه پیامبر ما باشد فإنا مبرمون، ما هم برنامه ریزی می کنیم، قطعا خنثیش می کنیم و بر گردن خودشون وبالی و بدبختی می آوریم. صدق الله مولانا العظیم. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان.